کارمندان باجخانه و گمرک روسیه در گذرگاه بوگریستوی در مرز ولایت چلیابینسک با قزاقستان در یک ماشین بارکش 17 تن نوس پیدا کردند که در 500 خلطه جابجا کرده شده بود. خدمات مطبوعات باجخانه چلیابینسک روز 6 مارس سال 2023 در تلگرام کانال خدمات فدرالی گمرک روسیه خبر داد که این همه بار ممنوع که ارزشش 25.5 میلیون روبل یا بیش از 300,000 دلار برآورد می شود به قلمرو روسیه راه داده نشد و راننده مجبور شد که با بارش به قزاقستان برگردد. گروه سیار کارمندان باجخانه چلیابینسک از واردات 17 تن نوس از قزاقستان پیشگیری کردند. ماشینی که این بار را می آورد در گذرگاه بوگریستوی من کرده شد و از بس که مال داخل ماشین با آنچه که در سندهایش نشان داده شده بود موافقت نمی کرد، این ماشین را به قزاقستان برگردانیدند. گفته می شود در اطلاعیه این ماشین با 500 خلطه یا 17 تن نوس از قرقیزستان به چلیابینسک رسیبار بود. طبق سندهایش گویا خاکستر چوب و اشیاء خام تنباکو می برد. نفری که این بار را باید قبول میکرد گفته است که او گویا برای درختان باغش نوریهای طبیعی فرمایش داده است، ولی تشخیص ترکیب بار نشان داد که در این 500 خلطه نه خاکستر بلکه نوس جابجا کرده شده است. نوس یک نوع تنباکویی است که با علاوه آهک و برخی محصولات دیگر تیار کرده می شود. نوس در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و برخی دیگر کشورهای شرق خریدار زیاد دارد، ولی سالهای آخر توسط مهاجران این نوع تنباکو در بین یک قسم جوانان در روسیه نیز طرفدار زیاد پیدا کرده است.